بلایی سر این بیارم. باد بزن. یه کار میکنم گریه کنی، قشنگ گریه کن، زجه بزنی. سرخ شده؟ اصل نیست گل رنگی بابا. بکش بالا، شیشه رو بکش بالا. چی بکشم؟ شیشه رو بکش بالا. این بد میشه. سلام بچه‌ها. به چنل الشاد خوش اومدید. ما یه دونه ویدیو دیدیم از احسان میرزا که میتونه توی گرما تحمل کنه یا نه، اما چقدر بود؟ دمای 29 درجه. 29 درجه. حالا ما اومدیم این کار رو برای خودمون سخت‌تر کردیم. توی دمای 36 درجه تهران زیر آفتاب بیرون می‌خوایم این چالش رو به مرشاد بدیم. اگر به مدت خودمون سخت‌تر کردیم. آره دقیقاً اگر به مدت 1 ساعت بتونه شرایطی که بهش میگم رو تحمل کنه و شکست رو نپذیره، توی ویدیو بعدی به مدت 24 ساعت من در اختیار ایشونم. شما به من میدید ما میتوانیم و هر چی که بگن انجام میدم، اما اگر نتونه برعکس میشه. 24 ساعت من بهش چالش میدم و باید همه رو انجام بده. پس همراه ما باش که قراره پدرشو در بیارم. بزن بریم. آی فیلم بردار زدی. بچه‌ها ما ویدیو ضبط کردیم ولی انقدر گرمه با لگ ویدیو رو ضبط کرد. در همین مجموعه دوباره بگیریم. آقا ما این کلاه و کاپشن و اینا رو طرح ارشاد کردیم. برو یک دور کامل پارک و پیاده روی کن بیا. بدو. این راستی شاید براتون سوال بشه این چت چیه؟ سایه باشه راحت باشم. برو. آقا سخت نگیره یه وقت. برو بدویی برو دارم ضبط میکنم. بدویی برو دارم ضبط میکنه. بدو آفرین. بدو تندتر. بچه‌ها تایم بیاد میخوام چای درست کنم بدم همراه این که داره چای میخوره، یعنی یه دور دیگه چای بخوره دوباره بگم بدو بره پارک و دور بزنه. بدو آفرین. بدو چرا تو سایه ای؟ این خنده من بچه‌ها حکایت از عصبانی بودن من داره، چون میدونن این خیلی گرمایه زود عصبی میشه. میدونی من زود گرمم میشه. ببین یه تو فریزر در اومده. چرا من از چترم استفاده نمی کنم؟ آخش بچه‌ها حتما به من یه ذره منو باد بزن. حتما به من بگید چه بلایی سر این بیارم. باد بزن. میام. باد بزن بدو. میخوام چایمو بخورم اصلا. فقط مردم بچه‌ها یه جوری ما نگاه میکنن اینو بده من. آبرو حیثیت ما رفته. تا مریم میسوزه. قندم نیاوردم باید همینطوری لاغر نبات میآورد. خورو میشی. آقا دهن ما سرویس شد. انقدر گرمه. ببین انقدر گرمه 100 بار این دوربین ما به مشکل خورده ضبط نمیکنه درست. ببین بدنه این داغه بدنه خود این الان گرفتم دست من داغه، ولی تو سایه چرا وای میسی؟ آقا این تو سایه وای میسی. بیا برو تو. بچه‌ها تو این گرما این انصافه واقعا. چایو بخور. ببین به خاطر بچه‌ها به چیزی چای بخور. آقا این چرا چایشو نخورده؟ نگاه کن یه دقیقه. نه بذار بچه‌ها ببینن. خب چای تو این گرما. بعد بزن نوش. نه قند. نه همینطوری تلخ بخور. مثل زندگی تلخ باشه. سر بکش. نه اینجا میسوزه. اشکال نداره سر بکش بره. اینجا میسوزه. سر بکش. یه نفس برو بالا. مگه چایی یه نفس برو بالا چایی دارم می‌خورم. اگه همه رو توی یه نفس بکشی بالا من 5 دقیقه کم میکنم از تایمت. همه رو یه نفس بکشم همه رو بالا. آره 5 دقیقه کم می‌کنی دیگه. بدو. آره یه دونه یه لحظه وایسی من 10 دقیقه اضافه میکنم بهش. نه این 10 دقیقه قراره اضافه شه بکنم. نمیتونی برو بالا. ببینم وایسا بچه‌ها ولی دهن تو سرویس میکنن سر 24 ساعت. خیلی داغ بود نه سرویس چطوری بود یعنی برو جلو تو دوربین ببینن. برو جلو تو دوربین ساعت برو جلو دوربین. آخه سلام نمیاد دیگه. ببین واقعا من صورتش داشتم میدیدم نمیدونم تو دوربین افتاد یا نه داشت میلرزید صورتش. فکر میکنم که سرخ شدم الان. درسته؟ آقا 5 دقیقه کم میکنیم این وسایل هم جمع کنیم ایشون هم جورابشو بپوشه حل میکنیم میبینمتون. ببین 5 دقیقه من تایمت کم شده باید تلافی کنم. راستی یه لیوان دیگه چای برش ریختم. نوش جان کنه. ببینید
به عشق خودتون اون چایو خوردم. خدا شاهده تو عمرم من آره بچه‌ها ببین من میترسم بعدن این منو ویدیو که تموم شه منو بکشه. لطفاً به خاطر جون منم که شده لایک کنید و کامنت حمایتی بذارید. به عشق من به عشق من دارم سخت میکشم به عشق تو. بچه‌ها لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. حتما به من توی ایده دادن به این که پدر چجوری در بیاد کمک کنید. نمیرسه نمیذارم برسه. صبر کن یه کار میکنم گریه کنی قشنگ گریه کن زجه بزنی. اذیت نمیشی؟ 30 تا اونو برو. اگه پاس بخوره زمین 10 دقیقه به ویدیو اضافه میکنم. من نمیدونم همین کرد من برنامه میریزم. این تربیت بدنیه. به من چه میخواستی تربیت بدنی قبلا کار کنی؟ به من چه؟ مگه داری طواف میکنی؟ نمیدونم من چه غلطی میکنم. بابا درست بنداز. خب چه جوری درست بندازم؟ بچه‌ها یه لحظه من برم اینو بنزم تنش بیام. ببین فیلم بردار از دست دادیم و ببین همه دارن به ما میخندن. بچه‌ها نشستم به در نگاه میکنم که آه میکشم. چند دقیقه مونده از تایم؟ ببین واقعا گرمه. ببین من دارم هلاک. بذار بهت میگم 5 دقیقه دیگه مونده. 5 دقیقه دیگه 5 دقیقه مونده. خب بچه‌ها ببین این 5 دقیقه رو قطع می‌کنیم. 5 دقیقه قراره یه جا دیگه باشیم. بچه‌ها اشکال نداره یه ذره بهش استراحت دادم ولی نگاه کن خیسه. واقعا گرمه بچه‌ها. خیسه. بچه‌ها من خیلی تلاشمو کردم نمیدونم چرا این خسته نمیشه. برای 5 دقیقه آخر گفتم فعلا بری سویچ ماشینشو بیاره کار دارم تو ماشینش ولی نمیدونه چه خوابی براش دیدم. امیدوارم تو این 5 دقیقه بتونم حالشو بگیرم. بازیه بابا. نکن آخه. ببین اینو میاریم اینجا. خب آخه این نکن بابا یزید. شما 5 دقیقه اینجا نه دیگه آخه چی مسخره بازیه تو. آب خنک می‌خوری بابا یا خب این 5 دقیقه ببین تموم میشه ویدیوها. درو ببندم. شما 5 دقیقه اینجا. چه حسی داره؟ چه حسی داره واقعا. یعنی واقعا میگم ها بچه‌ها من پدری رو در بابا ول کن دیگه. چی ول کن؟ ول کن دیگه بس دیگه. شکست و قبول. شیشه رو بکش بالا. برو بکش بالا شیشه رو. بدو. آقا نکن. بکش بالا شیشه رو بدو. 5 دقیقه تو زیاد میکنم و بکش بالا. آفرین. این 5 دقیقه اینجا اون ادب بشه. واقعا آدم بی جنبه است. جدی میگم. واقعا بی جنبه. بسه. خب ببینیم میتونه این 5 دقیقه رو تحمل کنی یا بیخیال میشه شکست رو قبول میکنه بریم 24 ساعت براش بچینیم برنامه رو. نشده 10 دقیقه نشده. خب نشده دیگه کلا 1 دقیقه است گذشته. بچه‌ها دارم حال میکنم واقعا لذت بخشه. وای بچه‌ها یه کامنت براش بنویسید. ببین پاهام جوش شد دیگه. نه نشده. به جون تو نشده. مهم بود که ما رو تو این وضعیت قرار ندید. نه جونت برام مهمه عزیزم. ای جانم. خدایی گرم. چیه؟ بچه‌ها من کلام خندم میگیره. بچه‌ها من متاسفانه باید شکست رو بپذیرم. 1 ساعتش تمام شده تونست دووم بیاره. البته 55 دقیقه آره. بابا ولی کلا. این ویدیو بچه‌ها تموم شدش. متاسفانه من باختم و اینکه ویدیوی بعدی اگه این ویدیو دوست داشتید لایک کنید برامون کامنت بذارید. آره ویدیوی بعدی قراره 24 ساعت من در اختیار مرشاد باشم. بچه‌ها خیلی اذیت شدیم. لطفاً برامون کامنت بذارید و اگر ایده‌ای هست بهمون بگید چیزایی که دوست دارید بگید براتون درست کنید. لایک کنید. حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، حمایت کنید که ما بتونیم ویدیو خفن‌تر براتون بزنید. بچه‌ها هیچ اتفاقی نمیفته. خیلی دوستتون داریم. آره پس تا ویدیوی بعد فعلا خداحافظ. بچه‌ها این مرشادی که من دیدم قراره ویدیو بعدی کار کنه. حواستون به من باشه.